قبل از اجرای شیب بندی بام باید چه نکاتی رعایت کنیم؟ ما قبل از اینکه میخوایم شیب بندی بام انجام بدیم باید حتما تمام لوله‌های تاسیسات برقی مکانیکی که از روی بام هست طبق نقشه انجام بدیم. وقتی که لوله‌های تاسیسات برقی مکانیکی تموم شد باید بیام کروم بندی کنیم. طبق مبحث 4 باید قسمت هایی که آبراه هست و کفشور باید بذاریم، مثل اینجا که ما کفشور گذاشتیم. طبق مبحث 4 هر 100 متر مربع باید یک کفشور بذاریم که نمونهش اینجا یک کفشور گذاشتیم. بعد از اینکه کفشور گذاشتیم باید کروم بندی اجرا کنیم. نکاتی که در مورد کروم بندی هستش رو انجام بدیم با شیب بین 1 تا 3%. بعد طبق متریال اگه پوکه مدنی از پوکه مدنی اجرا میکنیم به عنوان عایق حرارتی، اگر فوم بتون از فوم بتون اجرا میکنیم. بعد از اینکه فوم بتون یا پوکه مدنی اجرا کردیم باید ملات ماس سیمان اجرا کنیم. ملات ماس سیمان معمولا 3 تا 5 سانتی متر ضخامت هستش. وقتی که ملات ماس سیمان طبق همون کروم بندی اجرا شد، برای اینکه مطمئن بشیم که ملات ماس سیمان مورد تایید هستش باید روی سطح بام ببینیم که آیا ترکی مشاهده میکنید یا نه، یا حالت اسفناجی داره یا نه. اگه حالت اسفناجی داشت یعنی مشکل داره، ملات ماس سیمان مورد تایید نیست. بعد از اینکه ملات ماس سیمان تموم شد بحث عایق رطوبتی هستش که مثل ایزوگام یا قیر استفاده میکنیم. حالا قبل از اینکه ایزوگام کاری کنیم باید اینو مد نظر داشته باشیم که قسمت هایی هستش که کنج کار ما هستش، این دیوار ماست، این بام ماست. این قسمت ها باید حتما به صورت ماهیچه اجرا شد و گرد باشه، چون ایزوگام کار که روی دیوار جامپنا ایزوگام میکنه این قسمت رو نمیتونه بشکنه. وقتی بشکنه احتمال داره که ایزوگام از اینجا آب وارد بام بشه. به خاطر هم این قسمت ها ماهیچه میکنیم. وقتی ماهیچه کرد ایزوگام میتونه راحت به صورت گرد و پختار اجرا بشه و ایزوگام راحت نصب بشه روی بام.